سلام بچه ها، حالا چطوره؟ من علی اسمسی هستم. خوش اومدید به اولین ویدیو از بازی 2 و قرار از به بعد با ویدیویی از بازی 2 هم داشته باشیم. بعد قبل از که بریم سراغ ویدیو ممنون میشم اگه ویدیو رو لایک کنید و چنل هم اگه دوست داشتید سابسکرایب کنید. خب بریم سراغ ویدیو. آقا چون که ویدیوی اولی من باید یه سری توضیحات بدم. اولا اینکه بدونید که من نوبم یه جورایی و پلیر تازه واردم، هم می‌بینید هنوزم رنکم باز نکردم و فکر کنم حدوداً 100 ساعت یا 200 ساعت پلی تایم دارم. پلی تایم دارم و زیاد پلیر خاصی نیستم، همینجوری فقط برای فان بازی میکنیم. مثلا بعضی دستا خوب بازی میکنم، بعضی دستا بد بازی میکنم. مثلا این دست حالا بازم خوب نبوده، این دست مثلا 9-12، ولی بعضی دست هم خوب بازی میکنم. مثلا یک لحظه اگه اجازه بدید مثلا اینجا ببین بد نبوده، 18 تا کیل، 9 تا دد و بردی من 38 دقیقه توربو بود و یه دونه دیگه هم این هم خوب بوده نسبتاً 20-11 که فکر کنم اینجا MVP من شدم. آره MVP من شدم. بعضی وقتا خوب بازی میکنم ولی بعضی وقتا واقعا بد بازی میکنم. این یه نکته بعدی هم این که آقا ما فقط گیم توربو میذاریم توی چنل ویدیو، یعنی من کلن اصلا آلپیک و رنگ بازی نمی کنم که بخوام بگم ویدیوشو نمیذارم. اگه هم اینجا بیم توی هیستوری، اینجا میبینید تایپ توربو 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 توربو، بریم بقیه‌اش رو میبینیم توربو توربو کاستوم گیم توربو توربو. اصلا فقط من توربو بازی میکنم. اینجا 1 2 3 4 5 2 تا وینسکریک پشت سرم با تاریخ‌های مختلف. و اینکه همین دیگه رنگ من کلا و توربو و آلپیک بازی نمیکنم چون اصلا حوصله‌شو ندارم. 40 دقیقه طول میکشه، تازه بعد میبازی 1 ساعت ممکنه طول بکشه. من اصلا حوصله‌شو ندارم و فقط توربو بازی کنم. برای همینم اصلا بعید میدونم ویدیوی غیر از توربو تو اینترنت داشته باش. اگرم بذارم قطعا کات میکنم که ویدیو بیشتر از 20 دقیقه طول نکشه. یه نکته دیگه هم که باید بگم اینه که من اینجوری نیست که ترای هارد بازی کنم و نمیدونم از این جور حرفا و خیلی جدی بگیرم بازی و نه. و کلا من خودم بیلدای متفاوتی توی سبک بازی ها میبندم. اصلا من برام مهم نیست نمیدونم هیرو جلو چیه، باید بر اساس هیروهای جلو آیتم برداری، نه من اینجوری بازی نمی کنم. اگه هم بیام اینجا توی اسکور بورد رو ببینید، مثلا من هر جا آموزش ترول وارهود هیروش رو دیدم گفته بود که اول کلا لول 2 و 1 آپ میکنی و میاری بالا و 3 رو نمیگیری. اگه ببینید من اینجا دقیقاً برعکس اینا رفتم و همیشه اونها رو گذاشتم آخر دست. منظورم اینه که من بازی رو اصلا جدیش نمیگیرم و فقط هم برای فان بازی میکنیم. یه نکته دیگه هم که میمونه اینه که آقا من پوز 1 بهش میگم، نمیدونم عدداشو نمیدونم، ولی خب من کری بازی میکنم. اصلا به غیر از کری نمیتونم و اصلا امکان پذیر نیست چون اصلا بهم حال نمیده باز. اینا هم که میبینید اینجا هیروهاییه که من بلدم باهاش بازی کنم ولی خب با خیلی هاشون بازی نمیکنم. مثلا هیروهایی که من خیلی باهاشون بازی میکنم اصلا اینجوری نیستم که هیرو عوض کنم، نمیدونم هیروهای مختلف، نه من کلا چند تا هیرو بازی میکنم. هیرو رنجر، اسکای، دارکشویلو، پود شاید بعضی وقتا برم دیگه، لایون خیلی کم میشه برم، ترول وارهود زیاد میرم، هوسکار بهش میگن اونم زیاد میرم نسبتا. و شاید بعضی وقتا مثلا اسون هم میرم که
یه دست من اولین دستی که با اسپین رفتم رمپیج زدم. او فانچ Your turn to ban. 5 seconds remaining. اوکی. خب آقا چی برداریم؟ اسکای. همینجوری تصمیم گرفتم سریع اسکای بردارم. ببینیم چی میشه. ایشالا که خوب در میاد ویدیو. Forth and willingly. Prepare for battle. یه سمونگ زدن. You'll have no cause to question me. اوکی. The battle begins. Even on this fallen field. Indeed. کی واسه من وارد خریده؟ یعنی کی به من وارد داده؟ من اصلا وارد نخریدم. بریم اینجا. من اصلا کلن وارد اینو نمیخرم. I go as bid. درست یا اشتباه. وای کاش گذاشته بودم اینجا. عجله کردم. ریف شد. It is right. Very well then. نایس. This isn't the end. Consider the consequences. بابا کیل من بود. خب آقا واسه یه اسکای اول بازی باید آیتمی بری که ماناتو پر کنه. مثلا این نول آیتم خوبی میتونه باشه واسه اول بازی. بعدش باید آرکین بود بری. نیاز داره خیلی مانا مصرف. مثلا تموم شد مانای من. 2 تلبل زدم. وای اوکی. من الان باید حداقل یه دونه کیل داشته باشم. خاطر این کوین آف پین ما نداریم یه دونه کیل. یا حسین. نایس. نمیدونم چرا این کارو کردم. خودم من مردم ولی زدمش. 6 کن. مانا نداره. تا اصلا چجوری میایی و میری و نیستی و تا باید میشه واسه کیل دزدی میای. آرکین بود هم اومد. از الان دیگه میتونیم تون دا تون لول بزنیم. وای کوین آف پین. کوین آف پین. وای 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 بیا 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 بیا. وای چقدر استرس من میگیرم سر این بازی.
آیتم بعدی باید بزنیم رود آف ایتوس تا بتونیم نگرشون داریم و با شیشمون Bottom tower is under attack. پارشون کنیم. Very well then. وای Be it thus. The enemy's bottom tower has fallen. وای وای وای. من یه اشتباهی که میکنم اینه که وقتی که میبینم دارم دمیج میدم و اینا دیگه میگیرم جلو نمیام عقب و اشتباهست. Small something compared to that of some. تازه الان My power is summoned. بابا بذارید ما هم میدونیم بزنیم چجوری اینقدر سریع میکشید. Yes. He's right. بابا چه سفیدیه. بابا من چرا هی میگم فقط اشتباهم سر همینه که میرم جلو. مثلا کاراکترم دیگه نمیبینم فقط همین دستو میزنم رو لولا. Dire structures. Indeed. ببین یا اول فصل وای من دوباره رفتم جلو. وای نه 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 نه. دوباره همون اتفاق افتاد. چجوری من این کار رو نکنم؟ میشه شماها به هم بگید؟ تو رو خدا نمرده باشم. تو رو خدا نمرده باشم. تو رو خدا نمرده باشم. Tower is under attack. اوه من یکم زدم تازه یک یا ابوالفضل چقدر هیجان انگیز وارد شدیم. اینو بده من. Your middle میریم tower بعدی is under attack. واسه بابا همه مردن که یا علی. Indeed. نایس. این چرا منو تیپ کرد؟ من که حرکت اشتباهی نزدم. چرا اینجوری دارم حرف بزنم؟ وای As it is in my power. وای سایلنت شدم. وای بزنید جرشون بگیره. با پیسی جر خوردیم. آها وای مگه میشه یه نفر اینقدر لایف استیل داشته باشه؟ میدونید واسه چی دارم میمیرم؟ فقط واسه اینکه این ایتمو نیاوردم. واسه این واسه اسکای ضروریه. Your middle tower is under attack. Radiant structures are fortified. آها حالا دیگه
بذار اینا میزنیم بره بالا و بعدش میاریم. این اینجا چیکار میکنه؟ آها نایس. اسکای خدای خیلی قویه اگه باش خوب بازی کنی. نمیری. میده به من نگاه داد به آنلاین. اوه وای من چرا 6 زدم؟ وای بقید بعدم میاد قید میشن میرم. دیگه الان باید بیاریم حتما. وای اسپیم یک بود داشتم میرفتم. چه تلاشی میکنه. تو چی داری که اینقدر بد میزنی؟ خب آیتم بعدی قطعاً سایتا وایز میرویم. 5550 چقدر گرونه. وای نمیاد دیگه پدر سگ. رفته اون بالا بایستاده. او دور شد پولش یا علی. وای یادم رفت نگهش دارم یا علی. وای بیا اینجا هیچ. نگاه کن من نو. خب دوباره بیا. این دفعه دیگه تمومی. وای مگه میشه اینقدر یکی سفید باشه؟ میشه آیا شما من میگید؟ اینجا اینم از تو. خب آقا ما یه جوری باید از این استفاده کنیم ولی نمیدونم چجوری. چرا من اینو آوردم؟ واسه کسایی که نمیدونن من کلا تا 2 تا آیتم بیشتر نمیتونم همزمان استفاده کنم. بیشترش نمیتونم. آقا یه لحظه ببینم این چقدر میخواد. 3000 و آها حله. وای اشتباه گرفتم. نه درست گرفتم. Roshan has fallen to the radiant. وای حالا باید همین الان تو بیا برو. خب تو آنخ داری میگم.
وای 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 وای. نه 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 نه. بابا خیلی نامردی آخه، چرا دنبال من میفته؟ من میتونم چیکار کنم؟ بذار ما یه دونه بود تراول باید حتما بخریم، ولی یکش رو میخریم، نیازی به دوش نیست. میدونی که آقای پوج من مثل تو صفر نیستم. چیکار دارم میکنم؟ چرا شیشه من نخورد؟ من 6 زدم چرا نخورد؟ وای، اگه من این اشتباه ها رو نمی کردم و تا الان بازی تموم بود. Tis my honor. نایس. من اصلا میخواستم مانکیه بزنم بیارم مرد. I'm down. وای وای. You'll have no cause to question. نایس. من زدمش. بزن. خب ببینید الان کلینگز اومد. خب اولی کسی که میاد میزنه منم. نمیدونم چرا مشکل داره اومد. نگاه کن وکیلی اصلا رو من اگرو میکنه. زنیدش پدرس. وای بک کرد. وای من یه چند تا چیز خریدم اینجا، از بس سری کلیک راست کردم. وای مردن همه. خداحافظ. What the fuck؟ ای آقا من این بازی رو با اینکه باختیم میذارم، چون که تقریبا برده بودیم. ایشنتشون یه ضربه میخواست ولی باختیم. هم من اشتباه کردم خیلی، هم واقعا هم تیمیام. یعنی مثلا که یه بار میومدن که این آخری پوش میدادیم و وسط ها تموم بود، یه ضربه میخواست ایشن، فقط کافی بود یکی بهش برسه. در هر صورت مرسی که میدونی تماشا کردید و تا ویدیوهای بعدی از 2 تا 2 یا هر بازی دیگه، خدا نگهدار.